سلام به همه. میخوام راجع به یه موضوعی با تو صحبت کنم که شاید خیلی آدمای کمی راجعش فکر کنم. چند وقت پیش توی کانال یوتیوب هم یه کوشن باکس گذاشتم، راجع به این سوال کرده بودم که لطفاً بگید که بهترین دارایی زندگیتون چیه. تقریبا هلوش 11,000 نفر شرکت کرده بودن، بعد جوابای باحالی داده بودن. یه سری گفته بودن که مادرمون بهترین داراییمونه، یه سری ها گفته بودن پدرمون بهترین داراییمونه، یه سری ها حساب بانکیشونو گفته بودن، یه سری ها قدرت اعتماد به نفسشونو گفته بودن، یه سری دیگه قدرت ریسک پذیریشونو گفته بودن و جواب مختلفی داده بودن. اما توی همه اینا هلوش 320 نفر جوابی داده بودن که به نظر من از همه عالی تر بودش. گفته بودن که مهمترین دارایی زندگی ما سلامتی مونه. به نظر خیلی از آدما سلامتی مهمترین دارایی میتونه باشه، مهمترین هدیه میتونه که خداوند به ما داده باشه که ازش بتونیم به درستی استفاده کنیم. میخوام بهتون بگم که بدون داشتن سلامتی واقعا ممکنه که ما از هر کدوم از اینایی که الان من به عنوان بهترین دارایی اسم بردم بتونیم استفاده درست کنیم. پس بیایم قدر سلامتی رو بدیم.